ای جوونی، کجایی که یادت بخیر؟ باز چی شده ابو صفدر جان؟ هیچی عمو جان. راستش قبلا واسه این که یه چیزی یادم نره رو دستم زبدر میکشیدم. الان زبدر رو میبینم یادم نمیاد واسه چی کشیدم. واقعا دنیای چرتی شده. ولی خوبی آلزایمر اینه که آدم درد و بدبختی‌هاش زود فراموش بکنه. نه پسر جان، من تو رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. نظر لطف دانه آقا جان. میدانی اصلا من اون تره‌ام که همیشه با خشکا میسوزه. نه خیر، تو اون تره‌ای که واسه کسی خورد نمیشه. همه پسر دارن شده عصای دستشون، ما هم پسر داریم وبال گردنمون. نونش هم هنوز ما داریم میدیم. آقا جان، مگه آخوندا تو این مملکت برای جوونا کار و درآمد گذاشتن که من دومیش باشم؟ راست میگه آقا صفدر. عمو جان، آدم باید خودش پیگیر کار باشه. یه رفیق دارم 500 تومن ازم طلبکاره. اونقدری که اون آگهی استخدام برای خسرو پیدا میکنه و میفرسته و دنبال کاره براش، خود این پسره دنبال کار نیست. آقا جان، هر جا رو بگی دنبال کار رفتم. حتی دیروز رفتم سیرک که شاید تو سیرک استخدامم بکنن. یارو آمد گفت چه کار عجیبی بلدی بکنی. یه نگاهی به خودم انداختم، بهش گفتم اسکل، من پنگوئن نیستم دارم حرف میزنم، من آدمم. انداختن بیرون. یعنی میخوام بگم برای پنگوئن و دلفین شاید کار باشه، ولی برای من با مدرک لیسانس نیست. اینجوری که آقا خسرو داره میگه، پس ما داریم بی خودی درس میخونیم دانشگاه میریم. داری وقت تلف کنی، مگه ای که یه پول و پله گیرت بیاد بری خارج. خدایا ما رو با هر غم و غصه مورد آزمایش قرار دادی، لطفا غم و غربت را از ما دریغ نکن. ای وای، سفر چرا عمو جان؟ بمان و پس بگیر. الان که آخوندا به یه باد لوبیا بندستن و شرایط فراهمه بابا. یادش بخیر، پارسال سر همین چارا داشتیم مامورا رو گوشمالی میدادیم. یادت آقا جان؟ وسط بزن یه قشر خاکستری هی داد میزد پلیس داره به مردم میپیونده، پس دیگه کتکش نزنید. آقا جونم گفت چون کتک میزنیم داره میپیونده. کاش بازم برگرده اون روزا که کار نیمه کارمون رو تموم کنیم. آقا صفدر، حالا واقعا آخونده سرنگوشن وضع ما درست میشه؟ نه فقط وضع ما عمو جان، باور کن به درک رفتن آخوندا به نفع همه چیزه. از گرمایش کره زمین بگیر تا کمابی، از دلفینای ساحل غربی تا لکلکای اروپایی، از ساکنان شاخ آفریقا تا قبایل اندونزیایی، همه بهره من میشن. اصلا کیفیت زندگی انسان و حیوان ارتقا پیدا میکنه عمو جان. گل گفتی آقا جان. خودم میدونم،